سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو پیک، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه از احوال ما جویید ما خوشیم به خوشی شما در رادیو پیک. شب عیدی اجازه بدید من یک خاطره تعریف کنم براتون از دوران کودکی خودم. اون موقع مثل الان نبود که کسی نره برای عید دیدنی و مهمونی و خبر گرفتن و این حرفا. البته ما هم مثل الان نبودیم، کوچولو موچولو بودیم، خجالتی بودیم، هر کی می اومد همینطوری وای میسودیم، همینجوری هاج و واج نگاش میکردیم. آقا یه روز مادرمون ما رو صدا کرد، گفت ببین اگه مهمونا اومدن وای نستی همینطوری بر نگاه کنی، قشنگ اگه گل آورده بودن بگو چرا زحمت کشیدین، شما خودتون گلید. اگه شیرینی آورده بودن بگو چرا زحمت کشیدین، شما خودتون شیرینی هستید. ما هم گفتیم چشم و خلاصه همون موقع بود که زنگو زدن. ما هم بدورو رفتیم در رو وا کردیم، دیدیم عمو جان یک گوسفند آورده. عمو جان پوزش بنده رو بپذیر، آموزشی که بهم داده بودن کامل نبود. خلاصه شما خودتون صحنه رو مجسم کنید. چرا زحمت کشیدین شما خودتون؟ مهمون اومد اون یکی دونه اومد، اون که یه روزی رفته بود خونده و ناخونده اومد، خسته و وامونده اومد. مقام عظمای ولایت در یک عملیات حماسی ولایی 2-3 اصل درخت کاشتند. یعنی همه مسائل حل بود، هیچ مشکلی نداشتی. تنها وظیفه ولی فقیهی که رو زمین مونده بود کاشتن همین چند تا درخت بود که به حول و قوه قلمی عملیاتی شد. البته مقام عظما و شرکا در کار کاشتن ید طولایی دارن و الان 40 ساله که تخم هرچی بدبختی و ویرانی بود تو این مملکت کاشتن و نتیجهش همین شده که شما میبینید. اما نکته قابل توجه این بود که بعد از 7 سال این دفعه دیگه خالی باف کنار عظما نبود، همینجور داره از دور و بر عظما میریزه. به قول معروف فصل برگریزان چنار ولایت هم فرا رسیده. کوسه کنون بغل قبر امام آمده است، این دفعه نوبت عظماست. بیاد هاشمی منتظر ماست، بیاد تا یکی از خبرهای داغ امروز توییت احمدی نژاد بود برای ترامپ. بابا نامه 20 صفحه‌ای رو ترامپ جواب نداد، بعد میخوای با 144 کاراکتر بهت جواب بده؟ رسول نامه چی شد؟ والا طبق اخبار واصله میگن نامه رئیس جمهور نهم و دهم هر دوتا با هم دست نگهبان سفارت سوئیس مونده. دولت سوئیس هم اعلام کرده ما که نامه رسون شما نیستیم که. نامه رسان نامه من دیر شد، کودک دل گرد فلک پیش شد. احمدی نژاد میگفت من خادم ملتم و اون شد. بابک زنجانی میگفت من امین نظامم و خدمت کردم، این شد. سعید مرتضوی کهریزک و آباد کرد و رسما رشوه داد، چون شد. 170 تا نماینده مجلس از رحیمی کارت هدیه و پول گرفتن، نون شد. دکل گم شد. تهران خورده شد. پول نفت سود شد. ریال پهن شد. خاوری جیم شد. ادب و اخلاق خز شد. پرونده ها رو شد. مادر چاوز بغل شد. جزایر کمر کشف شد. جیبوتی شاخ شد. سفارت پشت سفارت آن شد و همچنان این داستان ادامه دارد. چند وقت پیش که از این آقازاده ها مصاحبه کرد که بابام دزدی نکرده، فقط سهممون رو از سفره انقلاب برداشته. این سفره انقلاب چند وقتی سوژه رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی بود، اما اخیرا متوجه شدیم که مسئولین نظام پس از بخور مرتب از سر سفره انقلاب بلند شدن، دستاشون رو شستن، رفتن سراغ بقیه مزایای انقلاب. خبر رسیده که نمیرالدوله نظام آخوند جنتی تشریف بردن بیمارستان خاتم الانبیاء سپاه که با بیت المال و پول مردم اداره میشه و از
از خدمات درمانی انقلاب مفت برخوردار شدن. یه حلزون شنوایی 100 میلیون تومانی براشون نصب کردن. 85 میلیون تومان هم هزینه ایمپلنت دندونشون شده که زدن به حساب سفره انقلاب. اینطوری بود که ما فهمیدیم سفره انقلاب فقط به همون سفره ختم نشده و گویا کار کشیده به کلینیک انقلاب، استخر انقلاب، آب هویج بستنی انقلاب، پیست اسکی انقلاب، واردات بنز انقلاب، تور اسپانیای انقلاب، شارژ ایرانسل انقلاب و قس الا ذالک. ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین، ما با دست تو مدرسه آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. شیخ حسن بنفشه کلیدساز نظام در جلسه دیروز مجلس خرفتان و پیرپاتالای آخوندی گفته که انتخابات در ایران آزاد، سالم و دموکراتیکه. ضمن تایید گفته ایشون باید به عرض شما شنوندگان عزیز برسونیم که دلفین ها پرواز میکنند، ملخ ها شنا میکنند، سعید طوسی از قاریان متدین و بسیار با اخلاق جامعه ماست، دختری 13 ساله در زیرزمین خونه‌شون نیروگاه هسته‌ای افتتاح کرده، امیر تتلو به عنوان امام جمعه موقت تتلیتی ها منصوب شده، مقام عظما تصمیم گرفته آدم بشه، احمد خاتمی با شروالی و تیشرت رویت شده، مکارم شیرازی گوش کردن به رادیو پیک رو حلال اعلام کرده و اینگونه شد که انتخابات در ایران آزاد و سالم و دموکراتیکه. آره بابا بگو، راحت باش، کنتور که نمیندازه، حناق هم نیست که خفشی. و حالا تماسی داریم از یک هموطن. سلام علیکم ببخشید مزاحم شدم. هفته پیش یکی از کاندیداها آمد دمیان روستای ما، گفت شما چه مشکلاتی دارید بگید تا ما بهشون حل بکنیم. گفتیم والا ما 2 تا مشکل خیلی مهم داریم. اولیش اینه که گاز نداریم، دومیش هم اینه که هنوز دومی رو نگفته بودیم که گفت صبر کنید، بعد به بغل دستش گفت اون موبایلو بده من. الو سلام علیکم. سلام آقای رسولی، بنده الان در روستای هستم. این مردم گاز ندارن، لطف کنید به دستور من براشون گاز کشی انجام بدید. جان خواهش میکنم. کی؟ 1 هفته بعد از انتخابات؟ بله. پس من مطمئن باشم. بله، یعنی از قول بدم از جانب شما دیگه. بسیار خوب، بسیار عالی، متشکرم، ممنون. آقا گوشی رو قطع کرد، گفت این حل شد. حالا مشکل دوم رو بگید. گفتیم مشکل دوم ما اینه که اینجا آنتن موبایل کار نمیکنه، آنتن نداریم. من نمیدونم این موبایل شما به کجانا وصل شد، چطوری تماس گرفتیم؟ ببخشید مزاحم برنامه‌تون شدم، برنامه‌تون خیلی خوبه. خب دوستان، اخبار همچنان ادامه داره، منتها تایم ما دیگه تموم شده. فردا شب با پیک شادی در خدمتتون هستیم و ما باز دوباره از روز شنبه در خدمت شما خواهیم بود. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خوش و خرم باشید با رادیو پیک. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight.